امروز چهارشنبه 11 تیر ماه 1404 با دوستان عزیز بافنده اومدیم دور هم جمع شدیم. کارهایی که ملاحظه میکنید همه هنر دست این عزیزانه. دوستان میدونی اون دوره همی که ما اومده بودیم هشتگ ما بود چاپالا. این دفعه هشتگ ما قراره بشه چی؟ دنیا حتی نمانه. دنیا حتی نمانه. انشالله که روز به روز بهتر بشه. من هموم بافتنی هستم. این کار منو که میبینی لوس بافتنیه. این فکر کنم 5می یا 6می باشه. هنوز این کارش تموم نشده. اینو بایستی داخل ظرفی که چسب چوب و آب قاطیه اینو بغلتونه و این حالت ایستایی داشته باشه. این لوس رو ببینین با 3 رنگی که نماد پرچم ایرانه درست کردم و اسمشو گذاشتم لوس صلح. تقدیم به مردم وطنم با آرزوی صلح جهانی. سلام، فریبا باب هستم. پیج فریبا باب 1348. کارم قلابافیه، رومیزی، کیفای رافیا، کلاه و هر چیزی که با قلاب باشه در خدمت. من از پیج زیباس باب هستم. کارهای من کارهای رافیا هست که به رافیا، کلاه رافیا و همونطور هم داری بنا و این جوراییه جدیدن بافتن و سال و هر چیزی که در مورد بافتنی من انجام میدم. سلام، من مینا هستم. بافندگی مینا، مدرس و بافنده انواع گل‌ها هستم. سلام، لیلی هستم. اسم پیجم لیلی آرته و کارم بافت قلاب و عروسک‌های قلاب بافی و لباس‌های مختلف. سلام، گندم هستم. شال رینگی میبافم. اینا هم کارهای منه. سلام عزیزم، من فریده هستم. شفا بافت پیج من هست. با قلاب میبافم و چترهای زیبا میبافم برای عکاسی و کارهای فرمالیته عروسی و عقد. این هم نمونه دیگه کار دیگه همه. کلاه بافتم با نخ رافیا. این هم همچنین کار دیگه همه و کارهای بیشتری هم دارم که میتونی به پیجم سر بزنی. سلام، سنم هستم از پیج سنم بافتنی. این تاپ قلاب بافی رو خودم بافتم و نمونه کارهای دیگه هم که این رومیزی رنگی رنگیه که تو پیجم هست و اون ساک بافتنی. سلام، گلپر هستم. کارهای بافتنی کیف و اکسسوری انجام میدم. اینا هم فعلا نمونه بافتاییه که با خودم آوردم.